ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 58. در پایان ایریانا و ایجه سرزمین‌های دیگری خوانیرس یا آریانای بزرگ که بعداً قبیله‌های ایریا و تویریای آریایی پهن شده اند و سپس دین زردشتی آورده آن جای را مسکن دائمی خود کرده اند ذکر گردیده است. درباره سرزمین اوپا اوزیشو رنگها که از جنوب و غرب به ایریانا و ایجه پیوست شده است، اکثری اوستاشناسان به چنین خلاصه آمدند که آن سرزمین‌های ساحلی دریای سیر و خودی رنگها دریای سیر است. بسیاری از مورخان و باستانشناسان عهد شوروی در اساس بازیافت‌های مدنیت اندراناوی، حفریات قرغان پزیریک، بازیافت‌های ارکییم، بازیافت‌های ماورای کور ارل، حفریات‌های باستانشناسی تازه باغاب و آنسوی خوارزم، یادگاری‌های اناو و نمازگاه تپه، اینچنین بازیافت‌های قیراقم، مدنیت حصار، سرازم و جنوب تاجیکستان، وادی دریاهای سرخاب، وخش و کافرنهان به اندیشه رسیدند که پهناهای حاصلخیز رود آمو و سیر برای پیدایش و رشد تمدن آریایی در آسیای مرکزی و دیرتر تشکل خلقیت‌های آریایی باختری‌ها، سغدی‌ها، خوارزمی‌ها، مرغیانی‌ها خدمت بی سابقه کردند. به قول محقق توانای تمدن و زبان‌های قدیمه هندو اروپایی Аранский. Древнейшей известной науке областью, занятой ираноязычным населением, является территория Средней Азии и сопредельных с ней районов. Средняя Азия – это обширная страна, большая часть которой лежит в бассейне двух великих рек – Амударьи, греческая Оксос, и Сырдарьи, Яксарт. Западную границу Средней Азии образует восточный берег Каспийского моря, северную – степи Казахстана. На востоке она граничит с восточным или китайским Туркестаном, бассейн реки Тарим, современная китайская провинция Синьцзянь. На юге с Иранским Нагорьем. Юго-восточную часть Средней Азии занимают высочайшие горные хребты Памира Аллая, Дарваза, Каратигина и Гессара. Географические условия Средней Азии играли, особенно в древний период, важную роль в жизни ее населения. Человеческие поселения сосредотачивались по речным долинам, в предгорьях, где горные реки выходят на равнину, в оазисы. هنوز در کتاب نخستین از آریان تا سامانیان ذکر آن رفته بود که پهناهای دو کنار دریای آمو و یکسرت، ساحل‌های رود پنج و وخش و وادی‌های زرخیزی آن برای رواج زراعتکاری، توسعه زمین‌های کشت و چون پیشه پربرکت و تبرک اعتبار پیدا کردن دهقانی و برزگری مساعدت نموده، باعث در موضع‌های موافق و زیستنباب تأسیس یافتن نخستین دهکده و شهرک‌های باشندگان مقیمی باختر و سوخت می گردد. مثل آن که رود پهناور نیل مصر قدیم را آفرید، دریای مقدس گنگ سرزمین افسانوی هند را مشهور جهان کرد،
پهناهای دریای زرد خوانخی چین را به عرصه عالم آورد، رود آمو و سیر نیز با شاخاب‌های فیضبارش بنیادی تمدن نیاگان تاجیکان را گذاشت. سوخت و باختر را مرکزی نخستین گهواره دولت و دولتداری تاجیکان قرار داد. ناگفته نماند که در میان نیاگان آریایی ما علل خصوص خلقیت‌های باختر و سوخت در آغاز تشکل فصل بهار عمرشان پرستیش ایزیدی دریاها و آب و آبادانی اناهیتا خیلی رایج بوده است. گذشتگان مردم تاجیک در ساحل راست آمو عبادتخانه محتشم تختی سنگین را به شرف آریحه آخشا حامی دریای وخش و آمو بنیاد کرده بودند که از پاس داشتن منزلت آب و این رودهای آبشار و حیات بخش شهادت می دهد. ساحل‌های دامن فراخ دریاهای آموی و سیر اولین مسکن آبیاری، قدیمترین مرزهای کشت و کار، کهن‌ترین پایگاه شهرک و شهرستانهای آباد بودند که در آب و خاک پربرکت آنها تخم حیات، تخم تمدن و آیین نخستین دولت و دولتداری نیاگان تاجیکان نهاده شده است. گذشته از این، از خرابه های خزانه امودریا که در قریبی تختی سنگین واقع است، مجسمه طلایی آریحه اناهیتا سواری گردونه زرینی در 4 اسب بسته یافت شده است که از افزونی مقام و منزلت این آریحه آب و آبیاری و فراوان حاصلی در میان باختریان و سغدیان و دیگر نیاگان آریایی ما علل خصوص کشاورزان و برزگران شهادت می دهد. این عقیده را عالمان تاجیک قوت داده می نویسند که Еще Вавиловым было замечено, что первые земледельческие племена стояли у истоков зарождения земледелия в Центральной Азии. Оседлое население Средней Азии, таджики, занимали центральные и южные области большого региона, долины рек, предгорные равнины, там, где возможно было развивать орошаемое земледелие. Одним из ведущих центров земледельческой культуры, как писал еще в 1916 году академик Вавилов, являются районы Припамирья, область расселения арийских племен. При раскопках древнего городища Саразм, 4-1 тысячелетие до нашей эры, недалеко от города Пинджикента, в кувшинах были найдены обугленные семена пшеницы, ржи, ячменя. В жилых помещениях были обнаружены скелеты домашних животных – овец, коз и крупного рогатого скота. Это говорит о том, что земледелие и скотоводство были основными занятиями арийских племен. Отсюда, с территории Центральной Азии, с миграцией арийцев распространилось земледелие и мирное заселение с благоприятным климатом. В это же время стали формироваться основные историко-географические и этнические области – Бактрия, Согд, Фергана, Хорезм, Маргиан, Арея. Эти крупные области явились в будущем важнейшими очагами оседло-земледельческой жизни и культурного развития этнически компактных народностей – бактрийцев, сагдийцев, ферганцев, хорезмийцев, маргианцев и конфедераций сакских племен. اوستاشناسی توانای ایرانی مهرداد بهار نیز این فرضیه علمی را پشتیبانی نموده در اثرش اساطیر ایران چنین می نگارد: اقوام آریایی در اواخر هزاره دوم و در هزاره اولی پیش از مسیح نه تنها فرهنگی پیشرفته تری اقوام بومی را در آسیای میانه پذیرفتند و این عامل مؤثری در جهش
فرهنگی ایشان بود، بلکه به یاری رودهای عظیم و پرآب آمو دریا و سیر دریا که همچون بین النهرین امکان پرورش یک اقتصاد زراعتی متمرکز را فراهم می ساخت و به علت کشف و به کار بستن آهن قادر شدند تا شرایط مناسب رشد یک فرهنگ عظیم مادی را فراهم آورند و آن را گسترش روزافزونی بخشند. در حالی که در نجد ایران به علت خشکی نسبی، کمی یا نبودن رودهای بزرگ، وجود بیابانهای گسترده و قدرت منکوب کننده سرکوب کننده از سوریان و اعلامیان که مانع رشد اقتصادی و سبب فقر اجتماعی و فرهنگی اقوام ایرانی پارسی و میدی را به صورت جنگاوران دلاور درآورد که دو شاهنشاهی بزرگ ماد و پارس را برپا کردند و از مصر تا آسیای میانه را گشودند. گشوده شدن آسیای میانه به دست هخامنشیان شکست برای آسیای میانه نبود، بلکه امکان تازه و وسیع فراهم آورد تحصیل فرهنگ آریایی آسیای میانه به نجد ایران جاری شود. همین طریق رواج پیشه کشاورزی خواه و ناخواه به گسترش طرز زندگی مقیمی مساعدت نموده، به پدید آمدن عنصرهای تمدن شهرنشینی و شهرسازی، سودای و تبادل محصولات، گسترش رابطه های داد و ستد و سطح نسبتاً بالاتری زندگی برده رساند و باعث تشکل تمدن آریایی و پدید آمدن سازمان دولتی و اتحاد اجتماعی در وسط رودهای آموی و سیر و قلمرو آریانا گردید. به قول تمدن شناس توانای امریکایی ریچارد فرای، هرچند منطقه های گوناگونی آسیای مرکزی در مقایسه با وادی‌های نیل، دجله و فرات و هند برای زندگی بشر کمتر مساعد باشند، هم برای از زمانهای نیالیت مردم را با شرایطهای سودمند چارواداری و کشاورزی تأمین می کردند. بنابراین اقلیم مساعد، مرز و بوم حاصلخیز و زمینهای هموار و آبیاری شونده کنارهای رود آموی و سیر تدریجاً به گهواره تمدن آریایی تبدیل یافته، نیاگان قوم و قبیله های سلحشور و پرخاشجوی باختریان، سغدیان، خوارزمیان، مرغیانیان و پارتها را به زندگی مقیمی هدایت نمود. با همین فصل بهار زندگی مقیمی نیاگان آریایی ما ابتدا یافته، کارکردی زمین و پرورش زراعت، تولیدات محصولات و داد و ستد آن گسترش پیدا کرد و در عرصه جهانی تمدن نو، تمدن آریایی را پدید آورد که در ردیف تمدن‌های قدیمی و مشهور عالم جای دارد. در برابر این قبیله‌های آریایی قلمرو اورو-آسیا و آسیای میانه نخستین رام کنندگان اسب‌ها و اشتران وحشی بوده. آنها ذات اسب‌های تیزتکی سواری و اشتران بارکشی باختری بختی را تولید و تربیه کردند. بیهوده نیست که در کتاب اوستا نام فرشته کل چارپایان گشرون و فرشته نگهبان اسب دوان اسب ذکر شده است که مورد پرستش و نیایش نیاگان آریایی ما قرار داشت. آریایی ها اسبان تیزتک را از معجزه های الهی پنداشته دیرتر گردونه به خصوص دوچرخه جنگی را آفریدند و با یاری تکاوران و دوچرخه های جنگی در نبرد و فتح کشورها به آسانی پیروز می گشتند. گذشته از این
نام جنگاوران دوچرخه سوار رتایشتر در دوچرخه راست ایستاده در اوستا ذکر شده است که از موجودیت سازمان‌های حربی استفاده سلاح و دسته جنگاوران سواره گواهی می‌دهند. دیرتر این اسب‌ها از دشت‌های پهناور آسیای میانه و اورو آسیا به آسیای پیش و بین النهرین راه یافته اقتدار حربی دولت‌های آشور و بابل و مصر را افزودند. به قول باباجان غفوروف مدرک‌های موجودند که هنوز در عهد آری از طرف هند و ایرانی‌ها استفاده شدن دوچرخه‌های حربی با ایرانی رته و به هندی رته همچنین در بین این طایفه ها به طور وسیع رواج داشتن اسب پروری را ثابت می نمایند. زیاده از این اگر به بعضی سروده های ریگویده و بعضی نیایش های یشت های اوستا توجه ظاهر نماییم، در پیش نظر ما سیمای هندو ایرانی قدیمی عضو سلحشور قبیله همراه جنگاوران سوار دوچرخه پدید می آید که در همه جا از دنبال خیش ویرانی باقی می گذاشتند و کشورها را بیرحمانه فتح می کردند. من هنوز در فصل 6 کتاب نخستین از آریان تا سامانیان آید به مقام و منزلت اسب در میان نیاگان آریایی تاجیکان اندیشرانی نموده پرورش اسب و گرفتن نسل تکاوران خوشزاد را در باختر قدیم آورده بودم. واقعاً قبیله های اسب دوست و چابک سوار آریایی هنوز از زمانهای قدیم برای رام و تربیه کردن و آفریدن ذاتهای نوی اسب کوشش به خرج داده در زمینه تأسیس دسته های جنگاوران سواره و دوچرخداران اقتدار حربی، تاکتیکی جنگی، اصولهای مکمل تری کشورکشایی و مدافع را پدید آوردند. این در نوبت خود باعث پدید آیی عنصرهای اولیه دولتداری، حفظ سرحد، بنیاد استحکامهای حربی، نظام سپاهداری و لشکر آرایی، گسترش تجارت و سودا، کشادن راه‌های نوی کاروانگرد، نهایت پیشرفت اقتصادیات و تمدن گردید. همین طریق طرز زندگی مقیمی و سنت‌های ارزشمند نیاگان آریایی تاجیکان اساساً بر دو رکن استوار پیشه‌های زراعتکاری و چارواداری تکیه می‌کرد که تدریجاً به تشکل نهادهای اجتماعی، گسترش مناسبت‌های اقتصادی و تأسیس سازمان‌های دولتی و سیاسی مساعدت نمودند. و نیاگان آریایی ما در آغاز بهار عمرشان در منطقه ورارود و آسیای میانه تمدن پیشرفته زمان را بنیاد گذاشتند که دیرتر ضمن مهاجرت و حرکت آنها به فلات ایران و مرز و بوم هند این تمدن در قطار تمدن‌های بزرگ جهانی شهرت عالمگیر پیدا کرد و بر رستاخیز و تشکل ده‌ها قوم و خلقیت‌های همجوار مساعدت نمود. سرنوشت آریایی ها از جمله صحیفه های بسا رنگین و شگفت‌انگیز تاریخ بشر بوده، ضمن اساطیر و روایت، کتیبه و سنگ نوشته ها و آثار باستانی خطی، سالنامه های کهن و اخبار مورخان عهد قدیم، بازیافت های باستانشناسی و شکست پاره های یادگاری ها، باقی مانده های آثار معماری و دیگر میراث تاریخی و فرهنگی تا زمان ما رسیدند. دستاوردهای علم آریایی شناسی اساساً از دو دوره مهاجرت بزرگ آریا هندی ها و آریا ایرانی ها معلومات می دهد که
اساساً از آسیای میانه، صحیح‌ترش از وسط رودخانه‌های آمو و سیر به سمت‌های گوناگون آسیا، از جمله آسیای پیش حرکت کردند که تقریباً به پایان 1000 ساله سیوم و نیمه 1000 ساله دویم، انیق‌ترش یکی از مهاجرت‌های کلان به عصرهای 15 تا سال شماری میلادی راست می آید. اگر قسمتی از این طایفه آریایی ها قدقدی رودی آموی و 5 رو به کوهستان آورده و کوههای هندوکش را عبور نموده به همواری های پهناوری رودخانه هند رسیده باشند، قسم دیگرشان به واسطه پهناهای کنار رود آمو و ماورای خوارزم به قلمرو ماد و پارس رفته تا موضعهای سرسبز شرقی نزدیک و کنارهای رود دجله راه گشادند. آریایی های ایرانی و هندی از آسیای مرکزی مهاجرت کردند. شعبه به جانب هندوکش رفته از راه دره سیند و پنجاب به هند روی نهادند و شعبه دیگر به جنوب و غرب ایران روان شده در فلات ایران ماندگار شدند. آغاز مهاجرت آریایی ها را به ایران بعضی 2000 سال قبل از میلاد دانستند و بعضی هم گفتند که این مهاجرت از قرن 14 قبل از میلاد آغاز شده و تا قرن 6 قبل از میلاد دوام داشته است. دایر به مهاجرت طایفه های هند و ایرانی و مسکن اصلی گذشتگان آنها باباجان غفورف در کتاب تاجیکان اندیشه عالمان و شرقشناسان را چنین جمع‌بست نموده است: عقیده نسبتاً معمول و به حقیقت نزدیک آن است که اجداد طایفه های مختلف هند و ایرانی تا زمانی از هم جدا شوی در سرزمین آسیای میانه و ناحیه های هم حدود آن زندگی بسر برده، سپس یک گروه هند و آریایی از اینجا به هندوستان کوچیده است و گروه دیگر در آسیای پیش مسکن گرفته تقریباً در میانه های 1002 پیش از میلاد آثار نطق و مدنیت خود را باقی گذاشته است. همچنین طایفه های ایرانی اجداد میدی ها، فارس ها و غیره به سمت ایران غربی حرکت کرده در آنجا سکونت اختیار نمودند. چنین نقطه نظر را اکثر مورخان و دانشمندان زبانهای ایرانی طرفداری می کنند. این عقیده را از تمدن شناسی توانا گیگر سرکرده تا میر، کامیران، بنوینیست، سایکس، میلتون، کریستنسن، میولر، فرای، بویس، بارتولد، دیاکنف، غفورف، سید نفیسی، پوری داوود، موین، رشاد، گومیلیوف، گرانتوفسکی، دندمایف، ارانسکی، ابایف و دیگران کاملا یا قسماً جانبداری کردند. در تاریخ علم زبانشناسی جهان امروز اصطلاح آریایی همچون نام اتنیکی و نام زبان مردمان هند و ایرانی بر پایه مقام و معنای واقعی تاریخی آن مورد قبول و استفاده قرار گرفته است. اصطلاح آریایی در معنای علمی در نسبت نام زبان مشترک آریایی های ایرانی و آریایی های هندی اصلا معادل اصطلاح هند و ایرانی می باشد. بعداً بهر تفاوت گذاشتن میان شاخه ایرانی و هندی برای شاخه هندی اصطلاح هند و آریایی استفاده گردید که آن به همه زبانها و لهجه های هندی دارای یک منبع مشترک ارتباط دارد. در هر مورد استفاده اصطلاح تاریخی آریایی
همچون مرادف اصطلاح علمی هندو ایرانی در بیان تاریخ دور نژاد ایرانی و هندی و یا آریایی های ایرانی و هندی واقعیت تاریخی بوده، آن را نمیتوان انکار کرد. در رابطه با این باید تذکر داد که از خاورشناسان ورزیده روس اکادمیک بارتولد در دورانی که اصطلاح آریایی به معنای هند و اروپایی استفاده می شد، این اصطلاح را بسیار درست و آگاهانه و با درک واقعیت تاریخ برای زبانهای گوناگون شرقی ایرانی ساکنان قدیم آسیای میانه گذشتگان تاجیکان به کار برده است. به گمان ما بارتولد اصطلاح آریایی را برای دورانی که این مردمان نژاد خود را با این نام یاد کرده خویش را تنها با همین نام می شناختند و دیگر مردمان نیز آنها را با همین نام می خواندند خیلی مناسب استفاده کرده است. در حالی که برای زبان مردمان آریایی هندی اصطلاح آریایی و یا هندو آریایی مورد قبول و استفاده باشد، پس چرا در مورد مردمان آریایی ایرانی که در گرفتن این نام مشترک نژادی با برادران هندی خود حقی برابر دارند، این اصطلاح را با نظر داشتی مقام و کاربرد تاریخی آن نباید استفاده کرد؟ حالان که نام آریا در سنت آریایی ایرانی بنابر منابع خطی دوره‌های گوناگون تاریخی این مردمان و آثار خطی دیگر مردمان مقام و کاربرد بیشتر و سنتی طولانی تر دارد. بنابر مقام تاریخی نام نژادی آریا و آریایی، این اصطلاح همان طوری که برای آریایی های هندی به کار می رود، همین طور برای آریایی های ایرانی نیز همچون نام تاریخی و سنتی این مردمان باید استفاده و پذیرفته شود. زبانهای هندو ایرانی و یا آریایی به خانواده زبانهای هندو اروپایی شامل بوده، یک شاخه مهم و تاریخی آن را تشکیل می دهند. زبانهای هندو ایرانی دارای آثاری بی سابقه تاریخی می باشند که آن نخست در سنت شفاهی و بعداً در سنت بسیار کهن نوشتاری طی 1000 سالها ادامه داشته و امروز این آثار همچون شاهد عینی از گذشته‌های دور تاریخ مردمان آریایی نژاد به میراث مانده است. زبانهای هندو ایرانی مالک منابع مهم و ارزشمند در بازسازی نخست زبان مشترک هندو اروپایی در میان دیگر زبانهای هندو اروپایی دارای مرتبه و مقام خاصه می باشند که این را پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی بیش از 2 عصر در زبانشناسی هندو اروپایی و زبانشناسی مقایسوی تاریخی به خوبی ثابت ساختند. شنونده های گرامی، شما گفتار 58 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.